این ساختمون مثل راه رفتن روی آب میمونه. جادو میکنه. برج هرمس فرشته. خیلی ازم پرسیدن آیا این لوکس‌ترین برج شمرونه؟ من میگم بله. دلیلش رو به صورت کارشناسی شده توضیح میدم. اول اینکه از دید اکثر مشتریا این گیراترین لابی بین ساختمان‌های شمرونه. به محض ورود به لابی 1000 متریش واسه یه لحظه نفس آدم حبس میشه. با اینکه کلاسیکه، مدرن پسندا هم تاییدش میکنن و تو خیلی جزئیات از برجای مدرن هم پیشی گرفته. واحد نمونه اما دیدن داره. طوری طراحی شده که نهایت پتانسیل پلان رو نشون داده. نقشه‌ها عام‌پسنده، با استفاده از رنگ‌های گرم و ترکیبش با متریال وارداتی حس خونه بودن میده. یه نکته مهم دیگه اینه که برج خوب با تیپ متراژ یکسان تو شمرون واقعا کمه. از طرفی زمین بزرگش باعث شده پروژه یه حیات سرسبز 4000 متری داشته باشه، چیزی که توی تهران و به خصوص فرشته ارزشمنده و در نهایت ضربه آخر مشاهات پروژه میزنه. یه صخره که یکیش روی روف گاردنه، سال اجتماعات، بیلیارد، اسکواش و جیم. و اما برگ برندش این که سنداش آماده است. همه اینا باعث شده این پروژه بی‌رقیب باشه. حالا قضاوت با شماست. لوکس‌تر از این پروژه وجود داره؟